کنی؟ کنی اکا گوی؟ اکا تو گاب میزنی؟ الو لطفاً با من رقم‌های تلفن اولوس‌های توریسم را دهید. تشکر. سلامت باشه. الو شام بخیر. تقریبا 30-40 دقیقه پیش از ترمینال یک اتوبوستان با رقم AA3154 برآمده از مرکز یک مسافر گرفته بود. نه اعلام کردنتان ضرور نیست. شما تنها به کجا رفتنش را گویید میندار میشوم. در حقیقت خیلی مهم است. اگر کمک کنید بسا سرفراز میشوم. مایلش انتظارم. الو شام بخیر جناب. بله با ازمیر. مایلش تشکر زیاد. سلامت باشه. این در ازمیر چیکار میکند؟ اکای شرفم او در خانه پیشینه امان در ازمیر پنهان است. من فهمیدن میخواهم که پدرم یگون سیف رو کیرویه کرده بودند. خودتان میدونید بعد از وفات آقای رحیم همه حسابهای بانکی رو محکم کردیم. سیف مخصوصی در شرکت بودش رو به شما امانت دادیم. من میخواهم سیف رو یابم که از اون تنها پدرم آگاهی داشتند و فکرم چون این سیف وجود دارد. شاید وجود دارد. جستجو میکنیم. محاسبات رو میبینم. اگر چنین سیف باشد البته معلوم میشود. اینطور باشد از شما خبر رو انتظارم. شما چی کار میکنید؟ برای مادرمون تورت آماده میکنیم. امروز زادروزشون است. همینطور؟ از این تورت میشده باشد؟ آخر برای خریدن پول نداریم. با مادرت حق افطینش رو دادم. ما آن پولها رو جمع میکنیم. مایلش پزد. اگر با مزه شود من هم میخورم. من به تو گپ نزن گفته بودم. قریب بود که سیرمون رو چیکار پوش کنیم. کنم؟ خودم را داشته نتوانستم. دلم گپ زدن خواست. خودت رو دار. به مادرم سورپریز میکنیم. مایلش. چرا نموندید که با پلیس خبر دهم اپای اویشه؟ اکنون برای خواطر میشوم. اون آدم رو دید با او گپ زد گفته خودم رو میخورم. خدا جزای او رو میدهد. تو دیدی دیگران هم میبینند. همه روزنامه میخواند. البته نفری شرف بودنش رو میفهمد. خبر میدهد. بعد آمده میبرد. دیگر این جای خورا در خوابش میبیند. کی میدوند از حبس کی میبراید. کاری او به آخر رسید. تمام. تو خودت رو عذاب ندهی.
من به نزد شرف آمدم. اون نیست؟ تو کی هستی؟ با شرف چیکار میکنی؟ چرا او رو میپرسی؟ من همسرش هستم. پینار؟ آوازه من تو به اینجا رسیده است. بیا گپ رو دراز نکرده شرف رو جیغ زن بیاید. نه جیغ نمیزنم. این شرفی من است. من این رو به کسی نمیدهم. با این خونه دار میشوم. لباس های عروسی هم دارم. اپا اویش موهایم رو شما میکند ها؟ دیوانه ای محله به عقل بوده است. برای چی میخندی؟ با من میخندی؟ گیر از اینجا دیوانه وقتی مرا نگیر. دردی سر در استانبول فریده در اینجا باشد. اینه شرف شرف. جانا تو در اینجا چیکار میکنی؟ شرف بیا از اینجا میگریزیم. اومدند تو را گرسه میبرند. شرف بیا میگریزیم. جانا تو چرا ما رو نمیفهمی؟ چرا ما رو اینقدر عذاب میدی؟ من اویله دارم، فرزند هم دارم. فهمه اکنون تو را با پینار ها؟ نامش رو میدانم. بله با پینار. یا رو دوست میداری؟ دوست میدارم، خیلی هم زیاد دوست میدارم. شد اکنون بس است. تو دیگر اینجا نبیا. مرا فراموش کن. فراموش نمیکنم. نمیتوانم. جانت رو گفتم. نه نمیروم. نمیروم. ای دیگر کار ندارم. مرا هم دیوانه کردن میخواهی. آن روزا گذشته نمیفهمی. رو اکنون لبای حاضر خانم موسیه ادوکات لبای یگون چیزی افتاد توانستید؟ در حقیقت خیلی خرسند شدم. کدام بانک؟ مایلش من خودم میایم. سلامت باشید. با فکرم خبری خوش است. نمیدونم. رفتم میبینم. پالتویم رو بیار. اپایوشن یک میبینید جنت در رو نمیکشوید. قلف کرده است. او در چه حال بود شما او رو ندیدید؟ نه دخترم بخیر است ندیدم. از برای خود شما یک بار بینید. جنت میگویم جواب نمیدهد. جنت دخترم چرا نمیکشویی؟ یگون چیز شد؟ یا با تو چیزی گفتم؟ جنت در رو کشو التماس. جنت دخترم جنت در رو میشکنم. جنت کشو. جنت یک طرف اپا. جنت تو چی کار میکنی؟ برای یک رزیل او با این نمیارزد. جنت شرف را گفت مرا فراموش کن. گفت مرا دوست نمیداشته اما من خیلی دوستش میدارم. فراموش نمیکن. او تو رو به خاطر میارد. زیق نشو. چنان به خاطر میارد که دیگر هیچگاه فراموش نمیکند.
کجا شدی؟ امیر؟ چرا تو رو از من پنهان کردن؟ چرا تو رو از من پنهان کردن؟ چرا؟ این چرا این طور شده است؟ با مادرم پیشم نمی آید. تو گم نزن، درش رو پوش. شما در اینجا چیکار میکنید؟ هیچ چیز، شما را انتظارم. کارتون تمام شد؟ بله. لباستون رو عوض نمیکنید؟ چرا؟ با لباسم چی شده است؟ یکون چیزی خوشرویتون رو پوشید. امروز روز زود روزتون است کو. مویهایتون رو شونه کنید. فکر کنید که در توی هستید. خوب شده است. مایلش. چی شد؟ دلک این لباس از کیست؟ هدیه خانم اوسیا. زود روز داشته گفتند میخواد که بپوشی. بیهوده زحمت کشیدند. من به نزدشان نروم خودت برده میدهی؟ این چی رفتار است؟ آخر این هدیه خانم است. تو میدونی این چقدر میستد؟ اگر 1 سالم کار کنی خریده نمیتوانی. من به این لباس احتیاج ندارم. اگر خواهی خودت گیر. مایلش با جان و دل. رشوه میدهد. آخر شرف، خودت را فکر نکنی. هیچ نباشد مرا فکر کن. به نزدیکی صاحب دوگانیک بشوم، اما پدرشان را از کار پیش کردن. با گناهی کی؟ با گناهی تو باید نمیگریختی شرف، نمیگریختی. این صبح روزنامه را خواندم. درباره من چی نوشتن میدونی؟ تاجر قاچاقچی. رسمم را هم گذاشتن. مرا سیاه کردن. اگر حبس شوم دیگر برآمدن نمیتوانم. شرف همش ساخته است، نمیفهمی مگر؟ شخصی که اینها را ساخته است مرا در حبس خانه نمیابد. همیشه در ترس باید زندگی کنم که کی مرا میکشد. چی مگر؟ حالا نمیترسم. اگر تو نگویی کسی مرا در اینجا نمیابد، تنها برای یک چند روز خاموش باش. عقلم برای برادرم بودند. آخر نمیتوانم شرف. چرا نمیفهمی؟ نمیتوانم. ببین، حالا نه نشان دارم نه سلاح، اما میدونی دلم چی میگوید؟ تو حالا هم کمیسر امیر هستی.
اگر کاری خطا کنی بعد از 2 روز در آینه رویت رو دیدن نمیتوانی. من به صدای دلم گوش میکنم. حالا ما اون کودکانی نیستیم که در این باغچه بازی میکردیم. کلان شدیم، باید این رو درک کنیم. حالا باشد چون برادر از پس من بیا، از این در یک جایه برآمده میرویم. کاری کرده را کردی، جواب ده. یک دقیقه جنابان، من هم پلیسم، خواهش میکنم ایستید. او گناهی ندارد برای دستگیر کردن من. بیهوده خودتون رو غم ندید. در خصوص شما با ما خبر رسوندم. کنی فروید زودتر زودتر. خیر آقای شرف، و نزدیکی وا میخوریم. همه به من دروغ گفتن، همه فرزندت مرد گفتن، لیکن این رسم اینطور نمیگوید. برای باوری حاصل کردن تنها یک راه است. تمام؟ همه چیز آماده است؟ دخترم در 1 ساعت همش رو چطور جمع کنم؟ این مسئله رفتنتون از کجا برآمد؟ من دیگر جنت رو در اینجا نمیگذارم. بگذار با من باشد.
به جنت گفتی؟ با چشمانم دیدم او را بردند. نه نمیتوانم، نمیروم. از این پس دیگر از پیشم دور نمیشوی جنت. مایش در استانبول تو رو به جایهای خوب میبرم. خیلی خرسند میشوی. دیگر به اینجا برگشتن هم نمیخواهی. وقتی مادرم گپ زدنت رو شنوند خیلی خرسند میشوند. چه خیلی زیبا شدید مادر جون. مثل ملکه نشدم اما به هر حال کوشش کردم. تورت رو رفته بیارم. تورت هم پختید؟ باور نمیکنم. شما اون رو چی طور پختید؟ تورت مادرم رو ندیدی؟ در یخدان بود. من اون رو پرتوفتم. برای چی؟ ویران شده بود و من اون رو به پرتوگاه پرتوفتم. مخصوص کردی ها؟ خواستی که مادرم زیخ شوند. پسرم چی شد؟ مادر جان تورتم اون رو پرتوفته است. هیچ گپ نی پسرم. من پگاه برای تو از همه خوبش رو میپزم. کدام نمودش رو میخواهی؟ آخر ما اون رو برای شما پخته بودیم. زیخ نشو پسرم. فکر کن که من اون رو خوردم. رفتیم. خانم شما چیکار میکنید؟ زود برایم بیلو کلان بیارید. التماس باید اینجا را کابم. خانم کندن ممکن نیست، شما میفهمید. برای کندن باید از دادستان اجازت گیرید. این طور خبر رو کوفته نمیتوانید. نمیفهمی. من باید حقیقت رو دانم. شما فرزند دارید؟ نه. یک روز هست گویند چی؟ اپای اوشا جنت در کجاست؟ رفتن نمیخواهد. شاید در جای پنهان شده است. اپای اوشا التماس رفته او رو بیارید. بیایید من گیرم. شرف؟ 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 جنت در خانه نیست. من در کجا بودنش رو میدونم. شما با ماشین شینید من زود میایم. جنت کنی زودتر به بیرون برو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میخواستم به شرف رفتنمون رو خبر دهم. آمده منو نیابد بعد چی میشود؟ کنی زودتر برو. مایلش رفتیم. زودتر گفتم. رفتیم. اما آخی شرف رفت. شرف نیست. ماشین انتظار است.
گذر جناب. به خدا به کاری کردن باوریم نمیآید. اگر دستگیر شوم از کار پیش میکنند. مادر جان برای شما یک سورپرایز داریم. شما هر دو این بگاه مرا خوب حیران کردید. خیر در کجاست؟ من یگان توی نمیبینم. کنی امینه؟ امینه دخترم با من چی میدی؟ زودتر. زودروز مبارک مادر جان. امینه خدا را شکر. خدا را شکر. تو گپ میزنی؟ زودروز مبارک مادر جان. شیری نکنی من برای شما میمیرم. هدیه همو نقل شد؟ مگر معقول نمیشود. این بهترین هدیه من است. خانم اوسیه آمدند. شام بخیر. سپارشتان آوردم. خانم اوسیه سپارش داده بودند برای زادروز. درست. زادروز مبارک. خانم این خبر خولی است. خولی. باوری دارد که خولی است. جای کندم رو بینید؟ خدا رو شکر. زادروزتون مادر جان. زادروزتون مبارک. بیایید همراه پوف میکنیم. پاهایم سوختند. جرایی همه این بدبختی ها به سری من میآیند. ای تو چیکار میکنی؟ کمی آهسته‌تر. خانم میتوانید روید. جراحتتون اونقدر وزنی نیست. پاهایم سوختند. تو باشی جراحتی وزنی نیست میگویی؟ جراحتی وزنی نبوده. اگر ملهم‌های نوشته دکتر رو در وقتش مالید زود صحت میشه. پس تو چیکار میکنی؟ پاهایم رو دوکا پیچ میکنی و خلاص؟ من اکنون چیتر به خونه میروم؟ خاطر نشوید. دیشب یکی از نزدیکانتون زنگ زده بود. ما اصلی واقعه رو به اون نقل کردیم. کی بود اصلا آدم؟ یک مرد امروز برای بردن شما میآید. پینار. کمال؟ تو از کجا پیدا شدی؟ شنیده طاقت کردن نتوانستم. در حال آمدم. پایهایت سوختن. سخت درد میکنن. خدا شفا دهد گفتنیم، لیکن از آبت اکنون سر می شود پینار.
تلفن رو نکشکی به خدا قسم به خونه‌ات آمده تو رو از جانت سر میکنم. بعد از 1 ساعت به قبرستان کوپلوچه بیا. آدمونم آمده تو رو میگیرند. خودی همین روز باید این مسئله حل خود را یابد. دیگر هیچ چیز نهان نباید ماند. کم مانده است دخترم، کم مانده است. کامون رو از اینجا وگرنه نگهبان رو جغ میزنم. روز بخیر، خدا شفا دهد. سلامت باشید. زنی که دیشب از سوختار نجات یافته با شمایید؟ منم. مردم دیگه گفتند که وقتی شما رو نجات دادن دست و پای شما بسته بود. کی این کارو کرده است؟ قریب بود تو رو میکشتند. با تو بر این انسانی خوب کی این کار را کرده باشد؟ در آن خانه یک فراره پنهان بوده است، نامش شرف افگی. ای پای هایم، وای پای ما از هایم. شرف شبهه داریم. او رو میشناسید؟ کی رو؟ شرف رو؟ او رو نمیشناسم، نمیدونم، در حیاتم او رو پس کی این ندیدم. کارو کرده میتواند؟ نمیدونم. در آنجا یک دوتاری دیوانه بود، مثل دیوانه ها مینگریست. او مثلا با چوب زد، من از روش رفتم. بله، هر چیزی شده باشد بعد از آن شد. همه چیزهایتان رو از نظر گذراندید. یگان چیز رو ندزدیده است. هایم. ایستو تو زحمت نکش، من میبینم. بله همش همینجا. زیاد است و کم نیست. مادام از یگان کس دعواگر نباشید، خواهش میکنم در اینجا امضایتان را گذارید. مرحمت در پایین نامتان. اول یک بار خونم. بار دیگر خدا شفا دهد. تشکر. سلامت باشید. ای امیر تو رو آزاد نمودن، میتوانی بروی. در رو کشوید. شرف چی؟ ما برای شرف ادوکات طلب کردیم. اول بیاناتش رو دهد. لیکن اگر از فکرت گشته باشید تو رو حاضر به بالا میبرم. نه، من تو آمدنی ادوکاتم گپ نمیزنم. شرف یک روی نکن آخر. کارت با من نباشد. خودت برآمدی کارت رو کن. من چی کار کردنم رو میدونم. چه خیلی که خودت خواهی. یاری دهد برا میدوزن. یاری دهد. داد نزن که تو را برده بعد از پالیس رو میسپارم. با آنها میگویم که شرف افگل را میشناسی، بعد آن طرفش را خودت میدانی. این زن چرا فایروز میزنی؟ از او چی میخواید برادر؟ چیزی نیست برادر، پایهایش درد میکنم. از درد زیاد چی گفتنش رو نمیداند. خدا شفا ده. تشکر. در آخر ادوکات خواسته شرف. صبح بخیر. صبح بخیر اپای نازون. من هم شما رو انتظار بودم. به شما فکس آمده است. چی شد؟ امروز بر وقت آمدی؟ پیش از بدلی رفتنم خواستم یک درایم. یک بار به تو یک دعوا دهم. این دعوا باشد دعوای نو آمده رو نویسید. سراغش هم به من نزدیک. نویسم؟ خیلی خوب میشد اپاجان. به خانه‌ام نزدیک، کارم هم آسان میشود. مایلش.
дишаб парешонҳол ба хона омада буд. Сару рӯяш пур аз хок, дар дасташ бошад як қуттии чӯбин буд. баъзан мегиристу баъзан механдид. ин зан девона шуда бошад? намедонам. қуттиро аз як ҳуҷра ба ҳуҷраи дигар дар дарунаш чӣ буд? намедонам. аз наздаш дур намекард. дар телефон бо кӣ гап мезад? номашро нагуфт, лекин ба сӯяш дод зад. хашмгин буд. ин кор ҳалли худро меёбад, гуфт. худоё тавба, ин зан чӣ сир дошта бошад? онҳо баъд аз як соат дар қабристони куплуча вомехӯранд. дар қабристон? ҳамин тавр гуфт. хайр майлаш, агар дигар савол надошта бошед ман равам. ҳозир баромада маро мекӯбанд. агар ягон чизи дигар шунидӣ ба ман занг зан. вақтам шавад занг мезанам. гир наход занг назанам, ҳатман занг мезанам. дар куҷо мегардӣ? аз бонк меоям. пул фирстода буданд. аз пасашон аз шабоз бароям нигоҳ намекунад. баёнот ҳам намедиҳад. гӯё сабабгори ҳамаи ин ман бошам. маро гунаҳкор медонад. модар, шумо чаро омадед? кӯдакро чаро гирифта овардед? ба наздикӣ мегузоштам писарам, ба наздикӣ. модараш гӯя ба замин фурӯ рафта бошад ё суман бошад, ба зур аз ҳудаи худаш мебарояд. шараф чӣ хел аст? ман ҳам бо янгам дар бораи ӯ суҳбат дорам. аз шабоз бо ман гап намезанад. аз янгам напурсидӣ ки барои чӣ ба ин ҷо омадааст? чаро ин тавр мегӯед? шараф падари фарзандони ман нест магар? хавотир шуда омадам. хавотир нашав. амир, агар бо ӯ вохӯрданро иҷозат диҳанд истам, иҷозат надиҳанд равам. агар иҷозат диҳанд модараш ҳам инҷост. модар, бас кунед, ҷанг накунед. ман ҳозир рафта мепурсам. агар иҷозат диҳанд барои ҳардуятон рухсатнома мегирам. بیا چهره‌ات رو کشا. بیا. تو من رو با کجا میبری؟ گپ زن. یک چند روز مهمانی من میشوی. تو بیماری. استراحت کردن لازم. غم نخور، نمیگذارم که دستت را با آبی خنک زنی. نغزک خوب میکنی. عیناً مثل پدرت. تو چی مقصد داری کمال؟ من کاری از دستم آمده رو میکنم. اما طب در بعضی حالتها عاجز میماند. مثلا اگر من پایهایت را برم از دست دکتران چی میآید؟ چیکار میکنید؟ برای چی مرا به اینجا آوردید؟ مرا سردید شد. برای چی مرا به اینجا آوردید خانم آسیه؟ برای این قبر خالی رو نشان دادن؟ نه، چرا این قبر خالی است؟ برای همین جیغ زدم. شما چیا میگویید؟ من از کجا میدونم؟ نه، شما همه چیز رو میدونید. اگر ندونید چرا اینقدر وقت از پدرم مبلغی زیاد میگیره؟ تو همشیره روزی تولد کردنم. شاید نفرانی دیگری هم باشند که من نمیدونم. معلوم میشود که یک جایه به گناه بزرگ سبب شده. فکر نمیکنید که وقتی اعتراف نمودن این همه رسیده است؟ نمیدونم. من هیچ چیز رو نمیدونم. یک دقیقه. به کجا میروی؟ ایستا. تو گپ نزنی، از من رهایی نداری. شما از من چی میخواید؟ من هیچ چیز رو نمیدونم. دیروز سنه تولد دخترم رو که مرده گمان میکردم یافتم. رسمهایش رو، بازیچه هایش رو یافتم. بعد برای باوری حسین نمودن به اینجا آمدم. قبر رو با دستانم کندم. دختر داشته است. میدونی چی دیدم؟
قبری خالی، قبری که سالها در نزدش گریه میکردم خالی بوده است. دخترم، خدایا دخترم زنده بوده است. گوید از من چی میخواهید؟ میخواهم که دخترم رو به من برگردونی. دخترتون در دست من نباشد چطور برگردونم؟ نه در دست توست. دخترم رو برگردون. مادامی در دست دلیل داشته باشید با پلیس شکایت میکردید، مرا به اینجانی و شبه پلیس جیغ میزدید. شما خودتون هم نقض میدونید که به این دروغهایتون کسی باور نمیکنه. دروغ نیستند، همه‌اش حقیقتند. همراهی پدرم دخترم رو از من را بردید، از من جدا کردید. مادامی که اینقدر باوری دارید اثبات کنید. یک دقیقه چی میخواهید؟ مبلغ؟ مایلش چقدری که میخواهید میدیم. چقدر میخواهید؟ میخواهید که به زانو ایستاده زاره کنم؟ همین را میخواهید از من؟ این را هم میکنم. من هم مثل دیگران دخترم رو با آغوش گیرم. 30 سالی پره دخترم رو ندیدم. مادرم گفتنش رو نشنیدم. با مکتب رفتن و او رو با لباسی مکتبی و کرته عروسی ندیدم. التجا میکنم، التجا دارم. از برای خدا این طور نکنید. از جایتون خزید التماس این طور نکنید. با شما گفتم که نمیدونم. خواهش میکنم از جایتون خزید. دخترم زنده است. همین طور نه مگر دخترم زنده است. بگوید که زنده است. از برای خدا زنده است. نمرده است، زنده است. روزی تولدش یک دوگانه همشیره هم به من زنگ زده گفت که یک مردی ثروتمندی هست که نبیره‌اش رو نمیخواهد، نفری رو میجوید که او رو نگاه بین کند. من هم فکر کردم. شوهرم به نزدیکی مرده بود. در دستم طفلی نوزاد. تماما پول نداشتم. آمده در استانبول زندگی کردن رو من هم میخواستم. به این هم آرزوی داشتن یک دختر رو داشتم. اون رو از فرزند خودم کم ندونستم. برایش میمردم. در بیماریش گریستم، در خوشحالیش خندیدم. حالا من چطور او رو جیغ زده میگویم که من مادرت نیستم؟ باور نمی کند. من چطور دخترم رو میبینم؟ دیدم میتوانم نشان بدی؟ البته نشان میدهم، لیکن التماس به من کمی مهلت دهید. برای من هم آسان نیست. از شما خواهش دارم که این قدر وقت طاقت کردید، باز کمی دیگر طاقت کنید. هیچ نباشد خود رو به تنهایی عادت کنونم. مادامی که این طور میگوید برای این قدر سال او رو تربیه کردن و به وای رساندنتون به شما باور میکنم. لیکن التماس مرا زیاد منتظر نکنید. در فراقش میسوزم. طاقتم تاق شده است. التجا میکنم. البته او رو میبینید. به شما زنگ میزنم، خواطر نشدید. حتما زنگ میزنم. من به شرکت میروم. تو باشه او را تعقیب کن که بدنش را فهم. خوب شده سردارم.
مادر پسرم، تو رو در اینجا دیدن نصیبم بود است. خداوند این روزها رو هم به سرم آورد. پسرم، او رو چرا همراهتان آوردید؟ من از کجا دانم؟ با گفتی خودش پدری فرزندانش بوده ای. مادامی پدری فرزندانت بودم برای چی مرا با پلیس خبر دادی؟ یافتن این نبیرم رو هم از من پنهان داشته است. شرف، من برای خوبی خودت انگشتریم رو گذاشته بودم گرفتی فریده؟ گرفتم. فهمیدی که اون چه معنی داشت؟ دیگر ما با هم هیچ رابطه‌ای نداریم. دیگر نه خوبی هم رو فکر کن نه بدی هم رو. رو از اینجا، سگی پشت در. همه چیزهایش رو هم فریزه بودم. در خانه هیچ چیز نداریم. زیغ نشوید. برای خدمت‌هایتان تشکر زیاد. منت دارم. من هم از شما منت دارم. تو بازدید. یانگه؟ ببخشید. چرا زود برآمدید؟ این کس همسر اکاتون؟ بله، یانگه هم فریده. خانم ملکه ادوکت شرف. ادوکت شرف؟ با شما هم صحبت کنیم خوب می شود. شاید یکون معلومات مهمی رو با من نقل کنید. میدونید اگر شما سروسی من نباشید بهتر صحبت کنیم. نه، سروسی من نیستم. حالا با آقای شرف با نخوردم. اگر سروغتون رو دهید من در یکون وقتی مناسب به نزدتون می آیم. مایلش میدیم. یعنی پینو رو تو جیغ زدی. من هم حیران شدم که چرا اینقدر سروسی موار بر اومده رفت. حالا هم به خانه آمده است؟ نه. با اونجا هم نرفته بود؟ او همه پول ها رو گرفته گریخته رفت. کودکش را باشد دردی سری من کرد. ای خدایا توبه. روز بخیر آقای شرف. من ادوکت ملک ترکان. شما ادوکت طلب کردید، آنها مرا فرستادند. تو ادوکت هستی دخترم؟ خیلی جوان بوده ای. پیش از این یگان کس را نجات داده بودی؟ یعنی با جای پیسرم را نجات دادن باز یک بار سرش را به بلا گرفتار نکنی؟ میبخشید. مرحمت. اکای شرف شما رو به حجره پرسش میبرند. در اکشو. پسرتون حقیقتا در حالت وزنی. از این بدترش نمی شود. خواطر نشوید. اکای شرف اینجا. اکنون میخواهم با زیر حمایم تنها صحبت کنم. مرحمت شنید. پیش از پرسش باید گویم که اگر شما هم مثل مادرتون مرا نااهده برو فکر کنید میتوانید دیگر ادوکت رو طلب کنید. نه من از نام مادرم از تو عذر میخواهم. نه لازم نیست. من او رو میفهمم. او مثل همه میخواهد نزدیکانش رو حمایه کند. حالا باشد اصل واقعه رو از اولش به من نقل کنید. این چی گپ است؟ حالا هم خاموش است. تماما ناممکن است. آخر نقشه کشیده بودیم که او رو باور میکنیم. ای خدا چی شده باشد؟ های یاریده جزدانم رو سرده گفتم نگوریز اینجا بیا نگوریز یاریده جزدانم رو دزدیدن دوز رو دستگیر کنید. آفرین شیر بچه تیز دو بوده ای پول رو گیر. تو به قریبی از محبس نبر اومدی کمال؟ بخیر است. با کدام پول ماشین خریدی؟ یگان بانک رو غارت کردی چی؟ یعنی یک ابله رو فریب داده پولهایش رو میخورم. این ماشینی جاست. حالا تو ماشینی اساسی هم رو بین.
چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوبم. شما چی حال دارید؟ تو گپ میزنی؟ بله. با مادرت یگون چیز گفتی؟ مادرت از تو یگون چیز پرسید؟ خوش آمدید. او گپ میزنه؟ بله، مثل معجزه همین دور نه. خود به خود به گپ در اومد و همه واقعه های با او روی داده رو یک یک نقل کرد. چی نقل کرد؟ گفت که ما رو خیلی پزمان شده است. همین خیلی گفتی؟ شروع اینها ایستادند. من رفته بینم. آرا کجای داخله چیکار میکنی؟ ای خیر است برادر؟ خودم نمیدونم اکا بیزار شدم در اینجا. آی برادر ماشینت میرود. ایستا نگهدار ماشین را نگهدار. شما چیکار میکنید؟ تو رو سر کردنی بودم. آقای پلیس در این ماشین محکم شده. خانم تو ماشین را پخش کنید. از اینجا شجاع نکم. بله تشکر آقای پلیس. سلامت باشید. علی برادران همه ماشین گذارید. زود باشید. زودتر. چرا نگاه میکنی؟ ایکن آخی. آفرین. کار خوب کردیم که جزدانش را دزدیدیم. اکنون که بدون از کجا بودنش را به یگان دشواری میفهمیم. جانان یگید. این نام به من شناس می نماید. از درون جوان پپکه کبوتر را به من ده. جانان یگید. مرحمت. فهما. یگان چیزی افتاد آقای تیمور؟ این زن سالهاست که از شرکتمان پول میگرفت. من حتی به او پول دادن را منع کرده بودم. این خدمتگار خانم آسیا نیست مگر؟ بله اوست. دیگرش دخترش است. به این نگر. پولهای گرفته خانم جانان کمی کرده است. اول نبیرش را به او داد. اکنون باشد دخترش را با او شناس میکند. دخترش خبر دارد؟ بگذار نداشته باشد. از همه مهم باید پیش از خانم آسیا ما کارمون را انجام دهیم. چیکار میکنیم؟ همه‌شون را به قتل میرسونیم. زن رو، مخصوصا کودکان رو. باید بغیر از یشیل دیگر یگان میراث خور نماند. با مادرت یگون چیز گفتی؟ نگوی گفته بودید. آفرین دخترم. او کیست؟ او دختری من است. چرا اینقدر خردسال است؟ جانم او حال و کلان است. 30 ساله است. مادری من هم. او هم 30 ساله است. براستی؟ او هم مثل مادری من زیبا است. البته زیباست. یگان بار او رو ندیدم. به اینجا نامده است. می آید. به قریبی می آید. چی می خواهی فریده؟ امینه رو خبر گرفتنی بودم. ما هم فرامدنی بودیم. این را به بالا گذار. شد هیچ گپ نی. من میگم دارم. ببخشید خانم. هیچ گپ نی. شما فروید من حاضر میمونم.
رسیدیم خانم پینار. کنی بیا 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 رفتیم. آفرین. انا خیل. آی اینجا خونه پدری من است. تو را به خانه پدرت آوردم. باز چی میخوایی؟ پزمون شده ای؟ بیا رفتیم. به خانه‌ام خوش آمدی خانم پینار.